اگه کسی زنده مونده باشه با اسب پا به فرار گذاشته. بهتر یه نگاهی به استبل بندازم. توموه به چند تا مغول آموزش میده. یه سر قطع شده. به عنوان هدف تیراندازی استفاده شده. سنسی! مغولا اینجا! سنسی! به کمک نیاز دارم! زندگی بهت نمیشه. کارت خوبه ساکای. اگر کمک میکردین خیلی خوب میشد. داشتم واکنشتو به ادام و تماشا میکردم. شما میدونستین که اون مغولا هنوز اینجان؟ آره. یا نمیخواستین به من بگین؟ اگه نتونی از پس چند تا مغول بر بیای در برابر توموه میخوای چه کاری از پیش ببری؟ این جنگه، نه آزمون. جناب عالی توی چند تا جنگ مبارزه کردی. آزمایشت میکنم تا ببینم آماده ای یا نه. حالا میفهمم چرا توموه بهتون حمله کرده. حالا اون کجا رفته ساکای؟ اطراف رو نگاه میکنم. کلی رد پا هست. 10-12 تا مرد، شایدم بیشتر. ردشون رو دنبال کن. نگاهشون کن. دارن چیزایی که توموه بهشون آموزش داده رو تمرین میکنن. مردم بیگانه ها میکشن. سامورایی اینجاست. بیاد زودتر. کدوم قبرستونی هستی؟ فکر نکنم اون لعنتی برگرده. آره خودشه. پناه بگیرید. حواستون رو جمع کنید. به تیرا باشید. تیر از اون طرف اومد. تیراندازه همین جاهاست. نفهمیدین تیرو کی پرت کرد؟ تیرانداز پناه. برید
اگه کسی زنده مونده باشه با اسب پا به فرار گذاشته. بهتر یه نگاهی به استبل بندازم. حواستون رو جمع کنید. برید. خود پیداش کنید. انتقامش رو میگیرم. یه زن ژاپنی همراه این مغولا ندیدی؟ نمیتونستم باور کنم. اون بهشون دستور میداد. چی میگفت؟ یه چیزی در مورد سنسی و چشمهای آبگرم. این تنها چیزایی که شنیدم. منو عفو کنید. من به یه هیولا نحوه شکار کردن آموزش دادم. اونا شنیدن که توموه داشته به مغولا دستور میداده. از چشمه‌های هیوشی اسم برده. تازه داره دست به کار میشه. ساکای، جوری که تو مبارزه میکنی نه به شیوه عموته و نه من. تا به حال با چنین دشمنی روبرو نشده بودیم. هر کاری لازمه برای شکست دادنشون انجام میدم. یه سامورایی، یه نگهبانه، نه یه قاتل که مثل یه دزد پرسه میزنه. شما توی کمادار نبودین؟ به اندازه کافی دیدم. میدونم وحشیانه بوده، ولی یه هیولای دیگر رو تعلیم نمیدم. میدونم. اجازه نمیدم این اتفاق بیفته. اگه توموه داره به چشمه‌های هیوشی میره، من باید آماده باشم. تو هم همینطور. توی دو جای خودم ببینمت ساکای.
اگه کسی زنده مونده باشه با اسب رو رفت گذاشته. بهتر یه نگاهی به استبلا بندازم. سریعتر! را بیافت.
فکر کنم یه چیزی نشون بده چی تو چنته داری. عمویی گریه نکن. نمیذارم قصر. را بیافت نبو. امیدوارم کامی محافظ مسیرتون باشه سرور. مادرم معتقد بود که ایناری محافظ منه. روزی که به دنیا اومدم بیرون خونمون روباهی دیده که داشته کرمای شبتابو دنبال میکرده. ایشون میدونسته که روباها نامرسانهای ایناری در دنیای ما هن. هر وقت یکی از اونا رو دیدین مسیری که بهتون نشون میدن و دنبال کنین. همین کارو میکنم. ممنونم. استبلای خالی. یه نفر اسبا رو برده. رد سم اسب. یه نفر از اراضی فرار کرده. کماندارا مهاجم رو هدف قرار دادن. مهاجم با استعداد بوده. میدونسته چطور هدفگیریشون رو دوچار مشکل کنه. یه اسب مرده. این اسب مال قبیله یاداچیه. چند روزی از مرگش گذشته. بانو ماساکا، منم. جین ساکای. گفتن هیچ سامورایی از کومودا زنده نمونده. همسرم ارباب آداچی مثل یک جنگجو مرد. حین دفاع از خونمون. برای چی اومدی؟
خان مغول‌ها ارباب شیمورا را به اسارت گرفته. اگه قبیله تو به من بپیونده میتونیم عمومو نجات بدیم و انتقام مردان تو بگیریم. قبیله آداچی مرده، توسط مردم خودمون قتل عام شد. خائنا، چرا باید کسایی که برای محافظت از اونا سوگند خوردن رو بکشن؟ منم میخوام همینو بفهمم. منم همراهت میام. نه، دلنگرانی های خودتو به خاطر من نادیده نگیر. خانواده سامورایی دلنگرانی منه. خوب میدونم تنها بازمونده قبیله بودن چه حسی داره. نمیتونم مسئولیت مرگ تو رو به گردن بگیرم. اینطور نمیشه. همراه هم بیا. من با افرادی در اراضی تو مبارزه کردم. اونا منتظر بودن تا کاری که شروع کردن رو به سرانجام برسونن. شبی که همسر و پسرانم برای رویارویی با مغولا رهسپار شدن، آدم کشا به خونه ما اومدن. خواهرم بچه ها رو برداشت فرار کرد. من همراه همسر و پسرانم موندم تا با کسایی که بهمون حمله کرده بودن بجنگیم. تعدادمون خیلی کم بود و در آخر من تنها کسی بودم که باقی مونده بود. پایان ماجرا برای من در کومودا هم همینطور بود. برای من هنوز تموم نشده. اونا رو اینجا دفن کردم همراه بقیه خانوادم. سعی کردم نجاتشون بدم ولی آدم کشا اونا رو توی مسیر گرفتن و کشتنشون. خواهرم، نوه ها، حتی نوتسو کوچولو، اون تازه به دنیا اومده بود. فقط تونستم اونو همراه مادرش دفن کنم. هرگز نباید این اتفاق میافتاد. خواهرم باید همراه همسرش در شمال دفن میشد ولی حداقلش اینه که همراه خانواده است. بیا، به معبد زرین میریم. متاسفم تنهایی این بارو به دوش کشیدی. من تنها نیستم. قاتلا زندن. قبلا این افراد دیده بودی؟ نه، از قلمروی دیگه ای بودن. کسی که چنین نقشه‌ای برای حمله به اراضی سامورایی کشیده؟ این تهاجم راهزنا نبود. کسی قصد حذف قبیله منو داشت. را بیافت. باید بدون من وارد بشی. کاهنی به اسم سوگن رو پیدا کن و سرنوشت قبیله آداچی رو بهش بگو. چی تو سرت میگذره بانو ماساکا؟ یه بیوه عزاده رو نرنجام. وقتی با سوگن صحبت کردی زره ساز رو پیدا کن. داره یه چیزی رو برای من تعمیر میکنه. میخوام اونو ازش بگیری. همین کارو میکنم. ممنونم. من اون طرف معبد منتظرت میمونم.
ارباب ساکای، باعث افتخاره. تو مسئول اینجایی؟ من صرفاً خودم رو یک خادم میدونم سرورم. خواهش میکنم من رو جونشین صدا بزنی. من این معبد رو به عنوان پناهگاه ساختم. پیامتو پخش میکنم. اگه نمیتونن تا اینجا سفر کنن، اردوگاه‌هایی هم اطراف آریاکه وجود دارن که اونا رو با آذوقه تجهیز کردن. از شنیدنش خوشحالم. دارم دنبال یکی از کاهنان زیر دستت میگردم، مردی به اسم سوگن. داره کف معبد و جارو میزنه. ممنونم جونشین. به کارهای خوبت ادامه بده. سرورم شما تونستید. تو سوگنی؟ خودمم. من ساکایم. یه سامورایی؟ زنده؟ یه پیام از طرف بانو ماساکا دارم. قبیله یادچی مورد حمله قرار گرفته. اون تنها بازمانده است. ماغولا. خائنین. مردم خودمون. چقدر وحشتناک. فرد مشکوکی از معبد گذر نکرده. از سربازای زره‌پوش. من چیزی ندیدم، اما وظایفم منو حسابی مشغول کردن. لطفاً به بانو ماساکو بگو که درای اینجا به روی ایشون بازه. ازت ممنونم. خواهش میکنم. باید زره‌سازو پیدا کنم. با این زره هیچ چیزی نمیتونه جلوی شما رو بگیره. بانو ماساکا منو فرستاده. گفت چیزی پیش شماست که میخواد بدینش به من. زره یکی از بهترینایی که تا به حال روش کار کردم. اجازه بدید بیارمش. کاملا اندازه شما سرورم. کیفیتش غیر قابل مقایسه است. به خوبی براتون کار میکنه. ولی اگه چیزی برخلاف میلتون بود همیشه میتونم تغییرش بدم. فقط به لوازم مناسب نیاز دارم. ممنونم. خدمت رسانی به شما باعث افتخار من بود. زره ها گرفتی؟ درست اندازه است. متعلق به فرزند ارشدم شیگساتو بود. باعث افتخاره. با کاهن صحبت کردم. سوگن چی گفت؟ گفت در معبد برای اسکان تو همیشه بازه. اینجوری خانواده قاتلین میدونن کجا منو پیدا کنن. باید حرکت کنیم. فکر میکنی سوگن پشت قتل عامه؟ اون درست قبل از آدم کشا به خونه من اومد. اون عوضی پیش آهنگشون بود. این گناهشو اثبات نمیکنه. نه، ولی بهش مشکوکم. سوگن اوایل پاییز از کامی آگاتا به اینجا اومد. همزمان با شنیدن اولین خبر نقشه یورش مغول. نقشه از بین بردن قبیله من گرون تموم شد. برنامه ریزی شده بود و به راه انداختن یک جنگ برای پوشوندن خیانت. اون کاهن کجاست؟ اون سوگنه که داره با عجله میره. بریم و گرگ و تالونش دنبال کنیم. ما خیلی گرسنه‌ایم. این گرسنگی نیست که آزارت میده. میتونیم از اینجا بریم. غذاست. ما چند روزه هیچ غذایی نخوردیم. استاد جونشین بگو. تو منو فرستادی تا اون کاهنو بترسونی. میدونستم وحشت میکنه. اشتباه میکنه. حالا ما رو میبره پیش دوستاش. نزدیکم بمون. نباید توی دید باشیم.
دوست دارم بدونم کسی منو موقع خروج دیده یا نه. قایب شو. اون ما رو دید؟ فکر نکنم. دوباره راه افتاد. پس بریم. فقط یه گوزنه. بیا بریم نزدیکتر. از این طرف. ماساکو زنده است. یه سامورایی هم همراهشه. حتما همون یک افرادمون رو در اراضی اونا کشته. احمقا. حالا اونا میدونن منم بخشی از ماجرا بودم. باید پیداشون کنیم. صدا تو بیار پایین. من میرم داخل. تا وقتی اونا رو نکشتید بر نگردید. اون مرد خانواده من سلاخی کرد. بیا بجنگ. دیگه آخر خط سامورات. برای قبیله آتشی. داره فرار میکنه. سوگین رفت داخل کاروانسرا. بیا. راه فراری نداری سوگین. تو قبیله آداچی رو نابود کردی. من فقط یه قاصد بودم. برای کی؟ دانایی رنج و پایان نمیده. تو هیچی از رنج نمیدونی. ماساکو، من خانواده‌مو به خاک سپردم. تک تکشونو. چندین روز طول کشید. ولی تو رو میسپرم دست گرگا. باید زنده بمونه تا بهمون بگه به کی خدمت میکنه. دنیای ما تغییر کرده. مردان با ایمان باید ترقی کنن تا باهاش روبرو بشن. ولی کسانی که صد راهن باید برچیده بشن. اونا بچه بودن. ماساکو،
وقت نداشت هیچ وقت دهن باز کنه. ما هنوزم به اطلاعات نیاز داریم. باید چیزی باشه که به کارمون بیاد. تو بیرون رو بگرد. اینجا رو بسپار به من. وقتی کار تموم شد بیا پیشم. پول در ازای سلاخی کردنه. ارزش جونا همینقدر بوده؟ اسامی و یک نشان. شاید ماساکو بشناستشون. چیزی هم پیدا کردی؟ فهرستی از اسامی و نشان یک قبیله. این نشانه روی این افرادم دیدم. قبلا ندیده بودمش. یه قبیله رقیب اومده تا کنترل رو به دست بگیره. باید جلوشون رو بگیریم. میگیرم. تنهایی از پسش بر نمیای. اگه عموم اینو بشنوه تا وقتی خائن این تقاص کارشون رو پس ندن آروم نمیگیره. کمکم کن تا هر کسی که باعث آزارت شده رو پایین بکشیم. با هم. هر وقت برای نجات عموت نیاز به کمک داشتی خودمو میرسونم. ممنونم بانو ماساکا. تا اون موقع باید یه سری کار انجام بدم. بهتر از بمب گرد سیاهه. به طرف هر کس پرتاب کنه بهش میچسبه و منفجر میشه.